فرقی نمیکنه چه در بخش پروژه های عمرانی، پروژه های ملی یا اصطلاحاً نظام فنی اجرایی کشور باشه، چه در بخش پروژه های غیر عمرانی یا همون پروژه های شخصی و نظام مهندسی کشور. فعالیت به عنوان یک شخص حقیقی با یک شخص حقوقی که این شرکت ها باشن میتونه به ظاهر برای شما خیلی جذاب باشه، مخصوصا اگر پیشنهاد اونها رو بپذیرید، عضو هیئت مدیره بشید یا حتی سمت مدیر عامل را قبول کنید که یه مقدار پول بیشتر هم دریافت خواهید کرد به خاطر همین سمت هایی که دارید. حتی ممکنه به شما این پیشنهاد رو بدن که ما برای شما بیمه کار رد میکنیم و شما به ظاهر هیچ مسئولیتی ندارید. به ظاهر دو تا 4 تای شما دیگه 4 تا نیست، ممکنه بشه 8 تا، ممکنه بشه 10 تا، ممکنه بیشتر بشه و خیلی براتون ممکنه جذاب بشه که من خب یه مدرک لیسانس هم میذارم توی شرکت پیمانکاری، حالا عضو هیئت مدیره هم بشم، چه اشکالی داره؟ من پروانه اشتغال به کارم میذارم توی شرکت مجری یا ناظر، حالا عضو هیئت مدیره هم بشم، چه اشکالی داره؟ به ظاهر هیچ اشکالی نداره، اما دردسر از اونجایی شروع میشه که شما اولا بخواید از این شرکت ها بیایید بیرون. در بسیاری از موارد دیده شده که صاحبان اصلی اون شرکت با خروج شما موافقت نمی کنن، مدرکتون رو نگه میدارن و اذیتتون میکنن. دردسر دوم اینه که شما برفرض که به راحتی تونستی از اون شرکت خارج بشید، هیچ دیدی از پیشینه اون شرکت و فعالیت هایی که در زمانی که شما عضو هیئت مدیره یا مدیر عامل بودید نداشتید، چون شما فقط اسمتون وجود داشته و داشتید پول دریافت میکردید بابت اون اسم، حق بیمه براتون پرداخت میشده. در نتیجه ممکنه سالیان سال بعد از اینکه از اون شرکت خارج شدید ناگهان متوجه بشید که یک پیامک از اداره مالیات براتون اومد یا یک پیامک از سامانه سنا براتون اومد، یه نفر ممکنه شکایت یا دادخواستی رو بر علیه شما ثبت کرده باشه مبنی بر بدهی، یه حتی حسابهاتون مسدود بشه، اداره مالیات میاد شما رو به عنوان مدیر عامل یا حتی اعضای هیئت مدیره زمان اون شرکت دعوت میکنه و ازتون بازخواست‌های حسابسازی و امور مالیاتی میکنه. چنین پرونده هایی رو ما خیلی زیاد داریم. مهندسایی که به ظاهر خدا بهشون رو کرده و یه شرکتی اومده بهشون پول فراوان داده، امروز درگیر دادگاه و درگیر مالیات هستن. اما خب راهکار کجاست؟ راهکار اینه که تا حد امکان با شرکت‌هایی فعالیت کنید که پیشینه اونها رو میشناسید و یک تاریخچه‌ای از اونها موجود هست، یعنی میدونید این شرکت‌ها چند سالیه به هر حال تأسیس شدن و فعالیت دارن، اصطلاحاً شرکت‌های نامدار و معروفی هستن. مورد بعدی که خیلی برای شما مهمه اینه که نسبت به شرح وظایف و آورد خودتون، اگر فقط مدرک تحصیلیه، اگر اون پروانه اشتغال به کاره یا هر چیز دیگه‌ای هست، حتما باید قراردادهای شفاف با وجه التزام‌های کافی و دقیق داشته باشید و برای خروج از شرکت هم حتما باید اسناد مثبته مربوط به حساب‌های اون شرکت رو بگیرید و صورت جلسات دقیق و شفاف با صاحبان اصلی شرکت داشته باشید. در غیر این صورت هر آن ممکنه یک ادعا بر علیه شما ثبت بشه. حواستون به این نکته باشه. تمام. دکتر میلاد باریپور.